آیا امروز وقت این است که شما بگید والا اسم یک قوم رو روی یک مملکت گذاشتن؟ این کلیپش هم ببینید، خیلی جالب است. یکی از فتنه های بزرگی تاریخی تبدیل نام خراسان به افغانستان بود. مسیح دجال صدها سال پیش را می نگرد، هزاران سال عمر دارد. او پیش از پیش توسط لشکر خود نام این خطه را تغییر داد. به خاطر چی تغییر داد؟ به خاطر آنکه از اینجا دشمن من ظهور میکند که حضرت امام مهدی است. باید پیش از پیش نام را تغییر بدهم، در نام دجل بکنم، تا آنکه مردم دنیا نشناسند که به نام خراسان خطه‌ای در دنیا وجود دارد. واقعا انسان خندش میگیره، یعنی حرفهای احمقانه رو وقتی از زبان کسی که اسم خود را عالم دین میگذارد. سرزمین خراسان اسمی بود که بر جزء بزرگی از ایران، افغانستان، قسمتی از آسیای میانه و قسمتی از چین امروزی و قسمتی از پاکستان امروزی یک سرزمین وسیع بود که یک زمان سرزمین خراسان نام داشت. و اینکه استعمار آمد و این اسمها رو گذاشت، این مرزها رو درست کرد، این یک واقعیتی است که تنها در افغانستان اتفاق نیفتاده است. در سراسر دنیا این اتفاق افتاد. و امروز تنها افغانستان نیست که کشوری که به نام، حالا اگر این حرف شما درست باشد که این یک نظریه است که به اسم یک قوم گذاشته شد افغانستان، حالا شما آمدید این رو به عنوان یک مشکل امروز، مشکل اجتماعی، سیاسی، حکومتداری در افغانستان مطرح می کنید که اسم باید عوض بشود. یک مسخره بازی که ما داشتیم در افغانستان این بود هر کسی می آمد یک پرچم عوض می کرد. زمان شاه و داوود یک این پرچمی بود که سیاه و سبز و سرخ. بعد از آن کمونیست آمدن پرچم رو سرخ کردن. بعد از اون مجاهدین آمدن سبز و سیاه و سفید کردن. بعد از اون دوباره جمهوریت آمد، دوباره سیاه و سرخ و سبز شد. بعد از اون طالبان آمدن سفیدش کردن. بابا مملکت هایی است که 1000 سال، 800 سال، 700 سال، 1001 نوع انسان ها آمدن حکومت کردن، اما کسی پرچم یک مملکت رو دست نزد. همونطوری که بود. حالا گرچه پرچم یک چیز مقدس نیست، تنها چیزی که مقدس است در نزد ما کلمه توحید است. بعضی از پرچم ها رو مردم وقتی که میگن مقدس است یا قابل احترام است، به خاطر اون کلمه توحیدش میگن، نه به خاطر پارچه‌اش، نه به خاطر رنگش. پیامبر صلی الله علیه و سلم پرچمش رو رنگ سیاه هم داشت، رنگ سبز هم داشت، رنگ سفید هم داشت. مهم نیست که پرچم چه رنگ باشه. در طول تاریخ اسلام رنگ سرخ بوده، رنگ زرد بوده، رنگ خاکستری بوده، هر رنگی بوده. رنگ مهم نیست، پارچه مهم نیست. حالا اون عبارت لا اله الا الله که در پرچم رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، لا اله الا الله محمد رسول الله، این مهم است، این مقدس است. این که هر روز بیان پرچم را عوض بکنن، هر کس آمد حسب دل خودش بیاد پرچم را عوض کنه، یک مسخره بازی است در یک مملکت که متاسفانه در طی این 40 سال اخیر ما 4-5 مرتبه شاهد تغییر پرچم بودیم در افغانستان. حالا بیاید اسمم عوض بکنید، اسم خراسان بگذارید، با 10 کشور دیگه ادعا بکند که ما وارثین حقیقی اسم خراسان هستیم. آیا مشکل افغانستان امروز مشکل اسم است؟ همینایی که جناب مولوی صاحب تا دیروز داد میزدن که قوم و قبیله باید در تذکره، در کارت ملی افغان ها باید نوشته باشه که ازبک است، تاجیک است، ترکمن است، هزاره است، پشتون است، چی است. همینا کجاستن الان؟ ملت رو در به در کردن، میلیون ها میلیارد ها افغانی رو خرج کردن، چقدر مردم کشته و زخمی دادن، تظاهرات ها شد، اعتصاب ها شد، به سر و کله هم دیگه زدن. باید این قوم نوشته باشه. یک چیز مسخره است. دنیای پیشرفته رو ببینید، امروز کشورها رو ببینید که تو میری ظرف 1 ماه 2 ماه یک ملک میخری در یک کشور، به تابعیت میدن، در کنار نشنالیتی یا ملت نوشته مثلا آمریکایی، بریتانیایی، ترکی، کردی، حالا هر چیزی که هست در هر کشوری که باشه.
اون قومیت سابق طرف اصلا ذکر نمیشه. همان بیشرفی که تا دیروز به خاطر نوشتن کلمه تاجیک در تذکره افغانی داد و واویلا را انداخته بود، امروز رفته در یک کشور دیگه نشسته، پاسپورت یک کشور دیگری رو داره که در کنار ملیتش نوشته مثلا ترکی. خب بیشرف، تو چطور در پاسپورتت راضی شدی که برای تو بنویسن ترکی؟ تو دیروز راضی نبودی که در تذکره یا در پاسپورت بنویسن افغانی؟ همین انسان‌های احمق و جاهل و بدبخت هستن که ملت احساساتی و ملتی که در جهل فرهنگی و علمی قرار دارن رو با احساساتشون این گونه بازی میکنن. من همینطوری سرچ کردم در حافظه خودم، نقشه این دنیا رو همینطوری کشورهای ماحول خودمان را در نظر گرفتم. ببینید چقدر کشورهایی هستن که امروز به نام یک قبیله کوچک یا به نام یک قبیله که اکثریت هم نیستن اسم یک کشور رو گذاشتن. مثلا آذربایجان. در آذربایجان ترک هست، در آذربایجان ترکمن هست، در آذربایجان روس هست، درصد فراوانی روس هست، فارس هست، کرد هست، اما اسم مملکت به اسم یک قوم است، به اسم قوم آذری، آذربایجان. احمق یک روز بلند نشده در اونجا بگه آقا اسم مملکت رو عوض بکنی، چرا به اسم یک قوم گذاشتی؟ هندوستان، 300 میلیون مسلمان تقریبا در هندوستان هست. در هندوستان نژادهای مختلف، اقوام مختلف هست. حتی پول هندوستان رو اگر کسایی که هند رفتن ببینید، می‌بینید به 10-12 زبان نوشتن روی پول. قوم کرلا هست، قوم بنگله هست، قوم نمیدونم برماوی هست، چینی هست، هندو هست، سیک هست، قومیت ها، نژاد ها، زبان های مختلف وجود داره. اما مملکتی به این بزرگی حدود 1 میلیارد جمعیت داره، اسمش هندوستان. کسی بلند نشده که بیاید اسم مملکت رو عوض بکنید. چرا اسم مملکت به اسم یک قوم هندو گذاشته شده؟ رئیس جمهور، صدر اعظم، وزیر گاهی اوقات از سیک هست، از مسلمان هست، از هر قوم و گروهی هست. اما کسی بلند نمیشه بگه که واقعا اسم مملکت رو عوض بکنید. ترکمنستان، در ترکمنستان ازبک هست، قزاق هست، قرقیز هست، حتی تاجیک هست، اما اسم مملکت شده ترکمنستان. اسم مملکت هست قزاقستان به خاطر یک قوم قزاق. در حالی که در قزاقستان تاجیک هست، در قزاقستان کرد هست. کرد، همین کردهایی که در ایران و در عراق و سوریه و ترکیه هستن در قزاقستان زندگی میکنن. تعداد زیادی هم هستن. چه زمان رفتن، چه زمان مهاجرت کردن اطلاع دقیق ندارم. قرقیزستان، قوم قرقیز. تاتارستان، قوم تاتار. مغولستان، قوم مغول. این مملکت هست که به اسم قوم اسمشو گذاشتن. ارمنستان، در ارمنستان تقریبا میشه گفت نصفش ترک هست، اصلا نژادن ترک هستن. بوشناق هستن، ترک هستن، لکه مملکت اسمش ارمنستان است. جرمنی، همین جرمنی که افغان ها زیاد هستن در اونجا، به اسم یک قوم هست، به اسم قوم جرمن، در حالی که از هر نژاد اروپایی در اونجا زندگی میکنن. حتی خود همین هیتلری که به اونجا حکومت میکن میگن اصل جرمن نبود. المملکت العربیه السعودیه، السعودیه، عربستان سعودی، سعودی میگیم. این عربستان رو ما استفاده میکنیم، اصل مملکت اسمش السعودیه. السعودیه به اسم کی گذاشته شده؟ محمد ابن سعود. ابن سعود کی است؟ جد تقریبا حدود میشه گفت 300 سال پیش زندگی میکرده، 350 سال پیش، بین 300 تا 350 سال پیش ابن سعود در نزدیک های ریاض در منطقه به اسم درعیه زندگی میکرده. دانشگاهی هم امروز در ریاض به اسم دانشگاه امام محمد ابن سعود. محمد پسر ابن سعود است، پسر سعود است. محمد ابن سعود، محمد پسر سعود. این سعود جد همین خاندان آل سعودی که فعلا در اونجا حکومت میکنن. الان هم که معروف است ولیت، محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود.
سعود اسم یک شخص است. مملکت رو به اسمش گذاشتن. حدود 35-40 میلیون در اونجا زندگی میکنن. قبایل هستن که به خاطر اسمشون جان میدن. الحربی هست، المطیری هست، آل شریف هست، نمیدونم قبایل مختلف هست که تعداد مثلا قبیله حربی یا مطیری تعدادشون هزاران مرتبه بیشتر از آل سعود است. هزاران مرتبه بیشتر از آل سعود است. 1 مرتبه 2 مرتبه نه. یعنی مثلا اگر که آل سعود 1 میلیون باشه، اونها خیلی زیاد هستن. 1 میلیون نیستن آل سعود. مثلا اگه بگیم که آل سعود 1 نفر باشه، اونا 17,000 نفر هستن. اینقدر زیاد هستن. هزاران مرتبه بیشتر از تعدادشون. 1 بر 1000، چندین هزار. اما اسم مملکت سعودیه هیچ کدام صداش در نمیاد، چون که در این مملکت انسان‌های عاقلی زندگی میکنن که براشون امنیت مهم است، زندگیشون مهم است، اقتصادشون، پیشرفتشون مهم است. هر کدام ما وقتی که به خاطر حج عمره از افغانستان میره اونجا، ساختمان‌ها رو میبینه در مکه و مدینه دهنش باز میمونه. اگر اونا دنبال قوم و قبیله میگشتن، به سر و کله هم دیگه میزدن، به اینجا نمیرسیدن. اندونزی، همین کشور اندونزی که بزرگترین کشور اسلامی از نگاه جمعیت از حدود 800-900 میلیون جمعیت داره، اسم این کشور هندونزی، جزیره های هندی. کسی امروز در اندونزی بلند نشده که بگه که بابا من از قوم فلان هستم، این کشور من چرا به اسم هندوها گذاشته شده. بلژیک، قبیله بلگی، یک قبیله‌ای که اسم بلژیک را بعد اون گذاشتن، به اسم اون قبیله گذاشتن. کسی امروز در بلژیک بلند نشده بگه که چرا اسم قبیله رو گذاشتید. بنگلادش، دش یعنی وطن، بنگله اسم قوم. بنگلادش، در بنگلادش هندی هست، برماوی هست، نمیدونم از قوم و قبیله‌های مختلف هست، حتی فارس ها هستن، عرب ها هستن، اصول عربی دارن، در اونجا زندگی میکنن. کسی نگفته که والا اسم مملکت رو عوض بکنید. چین اسم یک قبیله است. از اسم یک قبیله گرفته شده این سرزمین پهناور چین. اسم قبیله کینگ چی، یک قبیله‌ای بوده، اسمشو گذاشتن، روی کشور گذاشتن. کشوری که الان همه دنیا رو داره میخوره، حدود 2 میلیارد جمعیت داره. دانمارک، قبیله به اسم دان، اسم قبیله رو بر روی مملکت گذاشتن، شده دانمارک. سوئیس، نام یک شخص است. این مملکت سوئیس یا سویدنه که مردم این همه دوستش دارن، اسم یک پادشاه بوده. از اسم یک پادشاه گرفته شده این مملکت. و همینطور اگر که من بخوام به شما بگم، شاید بیش از 70-80% کشورهای دنیا همینطوری هستند. اسم یک شخص، اسم یک قبیله بر مملکتی گذاشته شده که شاید اون قبیله و اون شخص اصلا وجود نداره، اون قبیله هم شاید در اقلیت باشه. حداقلش این است که در افغانستان حالا طبق احصائیات پشتونها، اگر حرف شما درست باشه، در اکثریت هستن. حالا چه عیبی داره که اسم مملکت ما باشه افغانستان، یک مملکت متمدن، پیشرفت، ترقی، تکنولوژی. الان توی یک فتنه دیگری رو به پا بکن که آقا اسم این مملکت خراسان، چرا این افغان‌ها اینطوری هستن، پشتون‌ها اینطوری هستن. زمانی که پشتون‌ها در کوه سلیمان زندگی می‌کرد، خدا می‌دونه تو در کدام غار زندگی می‌کردی. دعوها فإنها منتنه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که بگذارید این سخنان گندیده رو. و شنیدیم که دستگیرش کردن. من بارها گفتم که پشتون هست، تاجیک هست، ازبک هست، هزاره هست. هر کسی که دعوت به عصبیت میکند، دعوت به تفرقه میکند، دعوت به جنگ مذهبی و حنفی و سلفی و قومیت و نمیدونم سمتیت و اینا میکنه، چنان با دستان آهنین بزنید بر دهنش که دیگه اصلا جرأت پیدا نکنه کسی دیگه در این موارد صحبت بکنه. به جای این سخنان تفرقه آمیز، بیایید در مورد وحدت، در مورد اتفاق، همدلی صحبت بکنید.
شاید شما یک مشکل شخصی داری امروز با طالبان، شاید گذشته ای داری با طالبان، شاید کدام ظلمی در حق تو صورت گرفته باشه، الله اعلم نمیدونه. لکن انسان نباید به خاطر مسائل شخصی خودش مملکت رو به فساد، به ناآرامی بکشه. و این حرف شما بعد از حداقل بعد از سالها این مملکت، این مردم بیچاره یک آرامش، یک امنیت رو تجربه کردن. بالا مردم ما عجب مردمی هستن. یعنی من تعجب میکنم سالها در همین تونل سالنگ در طول زمستان، در طول برفباری ها راه بندان میشد، برف کوچ میشد، تونل سالنگ بسته میشد، یک تصادفی میشد، راه خراب بود، ماشینا خراب میشد، هزار یک بدبختی وجود داشت. طالبا آمدن اینو درست کردن، امارت اسلامی آمد اینو درست کرد. من انسان‌های عاقل فهمیده روشنفکر رو دیدم که در فیسبوک چی نوشتن، آی طالبان آمدن دهانه سالنگ رو یک رنگامیزی کردن، دارن این همه. خب همین رنگامیزیش هم شما در ایام جمهوریت نتوانستین انجام بدید. چقدر مردم زجر میکشیدن. لئن شکرتم لیزیدنکم. یعنی وقتی که یک خدمتی برای شما صورت گرفته، دقیقا قدر این خدمت رو بدانید. همین زورگویانی که در کابل و شهرهای بزرگ افغانستان بودن، نصفی از منافع عموم ملت رو اینا غصب کرده بودن، خیابانها رو اینا غصب کرده بودن، کوچه کامل رو بسته بودن به خاطر خانه خودش. مثلا در یک تای کوچه قصرش بود، مردم بیچاره کل این کوچه در یک وضعیت، در یک زندان امنیتی زندگی میکردن. مجبور بودن ماشینش رو تقریبا 2 کیلومتر دورتر پارک بکنه، پیاده بیاد تا خانه خودش. چرا؟ این پاتکای جناب قماندان صاحب وزیر بود، رئیس بود، نماینده پارلمان بود. حداقل آمدن همینا رو برداشتن. امروز راحت سرک‌ها، خیابان‌ها، کوچه‌ها باز است. نباشید ملت قدر نشناس نباشید. جناب عالم دین، جناب دعوتگر، تو برای اصلاح، برای حق، امر به معروف و نهی از منکر باید بکنی، نه اینکه فتنه انگیزی بکنی در جامعه. این دعوت به عصبیت است، دعوت به جاهلیت است که تو بیایی. حالا 100 سال پیش یک اتفاق افتاده، اسم مملکت رو گذاشتن افغانستان. خب 100 سال گذشته، بیا عوضش کن. جرأت داری عوض بکنی؟ قدرت داری عوض بکنی؟ اصلا دنیا تو رو میذاره عوض بکنی؟ یک نظام عوض شد در افغانستان، 3 سال میشه که هیچ کس به رسمیت نمیشناسه. حالا تو بیا اسمم عوض بکن، پرچمم عوض بکن. واقعا این بدبختی است که متاسفانه دامنگیر بعضی از انسان‌ها شده است.